مرغ در دست کسی نیست، بیا گریه کنیم. مگه با قدقد مرغان هوا گریه کنیم. 7 پرس خورش از ران کمانش نرسید، ما چو آشیم که در سوپ شما گریه کنیم. انتر از خامنه ای باز سبق برد به کشک، بس که این خالی ببسته است به ما گریه کنیم. ما به اسم جوجه ها گریه نکردیم، مگر می توانیم به جای قدقدا گریه کنیم. گوش جان باز به فتوای تو داریم، بگو از غم مرغ بمیریم و یا گریه کنیم. و شما این وضعی که الان افتادید ایراد نگیرید. اگر شما الان خدا را شکر نکنید، همین قحطی و بدبختی هم که حالا داریم دیگه نداریم. ای تو با لهجه مرغیت چلاننده ما، ای تو با لهجه مرغیت چلاننده ما رو باش، ما ز گرانی به کجا گریه کنیم. اینها که از گرانی دم میزنن، از وقتی دم میزنن، اینها برکتش رو نمیدانن. و شما میدانید شما خر نیستید و انشالله تعالی همینطوری هم بمانید. یا امام سر قبریم، گره خورده به هم، سر به تنبان تو آورده کجا گریه کنیم. ما برای خربزه انقلاب نکردیم، ما برای روح الله انقلاب کردیم و برای ما انقلاب کردیم و شما نکردید و ما مثل انقلاب ما از ما شروع شد. بارها ما ز گل و خشم اونا سوختیم، بارها ما ز گل و خشم اونا سوخته ایم، که به آن نشأگی خاص شما گریه کنیم. اما از طرف دیگر این نشد که شما بلند شید و هر چقدر که شما برخیزید ما می‌نشینیم، هر چقدر شما بشید ما برمی‌خیزیم. انشاءالله تعالی همتان به رحمت خدا برید و ما به کارمون برسیم.